از همتون تشکر میکنم برای اینکه امشب اینجا آمدید. خواستم یک چیزی رو اعلام کنم قبل از اینکه آخرین قطعه رو بنوازم. این روزهای سختی برای ما مردم کرد هست در این روزهای اخیر. خشونت و جنگی که علیه ما راه افتاده در شمال سوریه و مردم بزرگ کرد دارن رنج میکشن زیر سرکوب و ستم و البته این کشته های بیشتری خواهد داشت، آوارگان بیشتری خواهد داشت و مشکل پناهندگان بیشتری خواهد داشت. شما بگید که چی بیشتری خواهد داشت و مشکلات بیشماری که اون منطقه از جهان باهاش روبروه. اما ما میدونیم که بعضی سیاستمداران این چیزها رو نمیفهمند. قرار بود توی استانبول هم کنسرتی داشته باشم که اون رو لغو کردم. به عنوان نشانه احترامی به برادران و خواهران کردم و به اون آخرین قطعه به زبان کردی اعلام میکنم. این قطعه رو میخونم برای بچه های کرد که حالا در این جنگ هستن و امیدوارم روزی در دنیای زندگی بکنیم که در اون خبری از جنگ نباشه و همه بدونیم، مطمئن باشیم که همه بچه ها در بستری آروم میخوابن. من نمیتونم حرف بزنم، واقعا کلام دیگه ای ندارم که بگم. و این قطعه آخر رو تقدیم میکنم به کودکان کرد.